مصوری که نکون نقش کائنات کشید، چو خواست ثانی جنت کشد هرات کشید. آرتاکوانا، هرایوه، هریوا، هری، هرای و سرانجام هرات. هرات نام بلندی در تاریخ، فرهنگ، هنر، ادب، عرفان و سیاست شرق اسلامی است. تاریخ نگاران آن را نخستین شهر تمدن خراسان می‌خوانند. این شهر با القابی چون باستان، خاک اولیا، پایتخت خراسان، تاج طلایی هندوستان، فلورانس شرق و نگین خراسان از جایگاه ویژه‌ای در منطقه برخوردار است که آبده‌های تاریخی فراوانی را از ادوار مختلف تاریخی در خود جای داده است. از آن جمله در شمال شهر هرات و در شرق امارت مصلا تپه‌های تاریخی قرار دارد که زمانی حصار یا شهرکی متصل به هرات بوده است که کهندژ نامیده می شود. طبق روایات تاریخی مشخص می گردد که این شهرک 500 سال قبل از شهر هرات و بعد از بنای دژ شمیران ساخته شده است. نام اصلی این قلعه مسرخ است، یعنی محل استغاثه، نوحه و فریاد. اکنون از کهندژ جز فسیل شمالی و اندکی از فسیل غربی آن چیزی باقی نیست. در این مکان در جهت خیابان هرات 2 مقبره قرار گرفته است: مقبره شاهزاده عبدالله و مقبره شاهزاده ابوالقاسم که این 2 بنای تاریخی به مزار سعادات مسرخ مشهور است. عبدالله ابن معاویه از نوادگان عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب است که در هرات به دستور ابو مسلم خراسانی در سال 129 قمری کشته و سپس در همانجا دفن گردید. این مقبره را سلطان غیاث الدین محمد کرد در سال 706 هجری قمری در کهندژ بنا نمود و در سال 865 به دستور سلطان حسین بایقرا مرمت شد و همه تزئینات به جا مانده از زمان تیموری ها می باشد. ظاهر و نمای بیرونی این مقبره نسبت به سایر ساختمان های بر جا مانده از آن دوره وسیع نبوده، ساده و بی پیرایه ساخته شده است، اما درون گنبد زیبا و چشمگیر است. این ساختمان از خارج دارای 4 ایوان می باشد. بزرگترین ایوان غربی است که ورودی مقبره را تشکیل می دهد. در 2 طرف ایوان یک جفت طاقچه خالی است که بر روی زاویه‌ای نسبت به خیابان ساخته شده است که قسمت جنوبی آن کاشیکاری شده. عکس هایی که در سال 1933 توسط رابرت بایرن رهنورد بریتانیایی از این بنا گرفته شده است، سطح بیشتری از کاشیکاری جلادار را نشان می دهد. عکس های تاریخی دیگری قطعاتی از کاشیکاری را در روی دیوار شمالی نشان می دهد، اما در جریان جنگ هایی که در سال 1918 میلادی رخ داده است، این کاشیکاری ها از بین رفتند که اکنون نیز قسمت اندکی از آنها موجود است. مدخل ورودی مقبره و نیم گنبدی که روی آن قرار دارد در ابتدای ساخت این بنا نبوده و در دوره تیموریان به این ایوان اضافه شده است. کاشیکاری‌هایی که در سقف کمانی بالای مدخل وجود دارد تا پایین دیوار ادامه داشته است و جزئی از نمای بیرونی به حساب می آمده است، اما با ایجاد دالان گنبددار توسط تیموریان حال آن کاشی‌ها جزء دیوارهای داخل مدخل محسوب می شود. نمای پشتی مقبره عبدالله را ایوان شرقی تشکیل می دهد. این ایوان تا زمان سلطنت تیموریان باز بوده و جزئی از 4 دروازه ورودی مقبره بوده است، اما تیموریان این دهانه را به صورت تمام قد با دیواری بلند پوشاندند، طوری که سقف اصلی ایوان جزئی از فضای داخلی مقبره گردیده است. ممکن است پس از دفن میر حسین سعادات غوری این ایوان دیوار شده باشد تا گنبد کوچکی بر روی مقبره میر حسین ایجاد گردد.
در مرکز 4 ایوان این بنا گنبدی به قطر 12.5 متر قرار دارد که ارتفاع آن تا پوسته خارجی گنبد 14 متر می باشد. این گنبد از داخل به شکل 8 ضلعی ساخته شده است که در هر ضلع آن ایوانی وجود دارد که رخ آن به سمت گنبد گشوده شده که هر کدام به صورت بسیار زیبا مقرنس بندی شده‌اند. فضای داخلی مقبره به شمول سقف گنبد دارای تزئیناتی است که آن را تذهیب می‌نامیم. در سقف این مقبره این تزئینات به صورت ظریف و چشم نواز، گردش‌های موزون و مرتب و خطوط سیاه و روان نقش شده‌اند. رنگ‌هایی چون لاجورد، طلایی، قرمز و نارنجی در سقف و دیوارهای این بنا استفاده شده است. سطح زیرین گنبد شاهزاده عبدالله دارای هنری به نام رسمی بندی است که در زمینه انجام شده و روی آن تزئینات رنگی انجام پذیرفته است. رسمی بندی در این بنا از تقاطع منظم قوس‌های هم اندازه که در مرکز دایره‌ای دوران می‌کنند پدید آمده است. این قوس‌ها بر روی پایه‌های متقابل قرار گرفتند و به طریقی دهانی سقف را جمع کردند. در زیر پاکار گنبد نوار واحد افقی از خطاطی قرار دارد که به سلس نوشته شده است. این نوار مربوط به دوره تیموریان است و گمان می رود که بخشی از طرح اصلی بوده باشد که با نشانه‌هایی از رنگ‌های مکرر به سختی قابل خواندن است. در مرمتکاری اخیر به وسیله یکی از خطاطان معروف هرات به نام میر ولی احمد صبری و شاگردانش اعاده گردید. کدام از 8 طاق‌نماهای پیرامون فضای مرکزی مقبره بالای نوار خطاطی مقرنس بندی شده و پلاستر تزئین شده گل و اخرا را حفظ کردند. با آنکه قسمت زیاد تزئینات داخلی مقبره ویران شده است، پیزاره اصلی متشکل از کاشیکاری سفالین در دورادور فضای مرکزی هنوز باقی مانده است. با مساحتی حدود 130 متر مربع. روش کاشیکاری این بنا به صورت معرق می باشد. کاشی‌های معرق در این بنا به 3 طرح متمایز کار شده است. نوع اول در گوشه‌های معرق فضای گنبد مرکزی و در کنار ستون‌های مرمرین قرار گرفته‌اند. طرح این قسمت از 8 ضلعی‌های گل مانند که در مرکز دارای گلی 8 برگ است تشکیل شده است که دارای الحاق‌های شعاعی متناوب در پس‌زمینه سیاه و آبی تیره می باشد که به وسیله ستاره‌های 16 ضلعی احاطه گردیده‌اند. نوع دوم در روی دیوارهای طاق‌های روی 4 محور عمده مقبره قرار گرفته‌اند. نقشی از موتیف‌های در هم تنیده که از نوارهای فیروزه‌ای رنگ تشکیل شده‌اند که در مرکزشان 2 ستاره سیاه 12 ضلعی قرار دارد. سوم در طاق‌های مایل در دورادور فضای گنبد مرکزی قرار گرفته است. نقشی شبکه‌ای از گل‌های سیاه و طلایی که با نوارهای فیروزه‌ای رنگ احاطه شده‌اند و به وسیله تزئین‌های چلیپایی سپید در زمینه آبی تیره از هم جدا شده‌اند. در پشت مقبره شاهزاده عبدالله مقبره شاهزاده ابوالقاسم قرار دارد که نسبت به مقبره شاهزاده عبدالله بسیار قدیمی تر است. در اصل تاریخ ساخت دقیق مقبره و اینکه به دستور چه کسی ساخته شده مشخص نیست. در کتاب حفظ و مرمت در کهندژ هرات
آمده است که این مقبره حاضر شاید بخشی از ساختار سنگی قدیمی تر باشد که ممکن است قدامت آن به عصر ساسانی برسد. محمد پسر امام جعفر صادق علیه السلام به کنیه ابوالقاسم از علمای زمان و راویان احادیث پدرش بود. محمد در سال 203 قمری در خراسان درگذشت. بنای مربوط به مقبره شاهزاده ابوالقاسم سالهای سال دست ناخورده باقی مانده بود و اندکی مندرس گشته بود تا اینکه در سال 1325 قمری به دستور امیر حبیب الله خان ترمیم یافت. این بنا از لحاظ ظاهری به دلیل کاشی‌های گل و برگی که سده 20 هجری به آن اضافه شد نسبت به مقبره عبدالله زیباتر به نظر می‌رسد و همینطور رسمی بندی سطح زیرین گنبد و گچبوری‌های دیوارهای اطراف ایوان غربی به این زیبایی افزوده‌اند. این مقبره از خارج بدون کدام شکستگی به صورت مربع دیده می شود که به 4 جهت آن طاق‌نماهایی وجود دارد و دارای 4 ایوان می باشد که رخ آنها به داخل گشوده می شود. بالای این ایوانها گنبدی به قطر 2.5 متر قرار دارد که با هم طرح چلیپایی ریخته‌اند. ورودی این مقبره را ایوان غربی تشکیل می دهد که بر اساس فرمول 5 و 7 مانند ایوانهای مقبره شاهزاده عبدالله ساخته شده است. در 2 طرف این ایوان اتاق‌هایی قرار دارد که در حال حاضر به وسیله متولیان برای مطالعات دینی استفاده می شود. قسمت زیرین این ایوان هنر رسمی بندی خیش را برخلاف مقبره شاهزاده عبدالله حفظ کرده است که به نمای غربی این مقبره زیبایی خاصی بخشیده است. نمای اصلی مقبره ابوالقاسم دارای کاشیکاری به سبک 7 رنگ است. این کاشیکاری‌ها اوایل سده 20 میلادی زمانی که تزئینات گچی به روی ایوان غربی اضافه شد در روی نما در قطعات 19 در 19 کار گردید. طرح‌های متشکل از صفحات خطاطی در قالب کاشی دورادور ایوان مرکزی قرار دارد که با نقش و نگار گلدار در فواصل میان قوس‌ها به واسطه کاشی 7 رنگ مزین گردیده است که به خط استاد عطار هروی نوشته شده است. خطها به رنگ سفید تزئین گردیده‌اند، در زمینه لاجوردی و با نواری به رنگ فیروزه‌ای احاطه گردیده‌اند. فاصله قوس ایوان تا نوار خطاطی‌ها نیز کاشیکاری شده است که قسمت‌هایی از این کاشی‌ها آسیب دیده و یا از بین رفتند. از لحاظ تزئینات داخلی نیز مقبره ابوالقاسم نسبت به مقبره عبدالله ساده تر ساخته شده است و تنها سقف و پاکار گنبد دارای هنر تذهیب است که با پلاستر رنگ کار شده است. زیر سقف گنبد دایره‌ای به صورت خورشید کشیده شده است که در واژگان تذهیب آن را شمسه می‌نامند. شمسه شکلی است مدور، مرصع و مشابه به تصویر خورشید که شعاع‌هایی از اطراف آن ساطع شده. در واقع نقشی نمادین از خورشید است که به شکل گرد یا بعضاً به صورت چند ضلعی در هنر تذهیب به کار می‌رود. در اطراف دایره مرکزی زیر سقف گنبد اشکالی به رنگ لاجوردی ترسیم گردیده که آن را شرفه گویند. شرفه به دور شمس رسم می‌گردد و آن را خورشید سان می‌کند که در هنر تذهیب شرفه را نور مصنوعی نیز می‌گویند. دو بنا در سال 2016 با هزینه حاصل $50,000 توسط مؤسسه مشورتی میراث‌های فرهنگی افغان آچکو
و به همکاری ریاست آبدات تاریخی و وزارت اطلاعات و فرهنگ مرمت یافته است. بعد از سروی کل بنا و مستندسازی اجزای مختلف مقبره‌ها به گونه حرفه‌ای تمامی بخش‌های آسیب دیده، از ایوان‌ها، گنبد مرکزی، تزئینات داخلی، درس‌هایی که به خاطر بمباران‌های سال‌های گذشته ایجاد شده بود، با سرپرستی انجینیر حبیب نوری ترمیم گردید.